سیگنال ما آموزنی. درود همکاسبون همجورون ما همین یک سوپس در یک پروژه خالصی داریم که در یک کاری خالصی داریم که بسیار قیم بود برای ما داشت. در اینجا بسیار یاردم استاد ما در پاشید که مرتسم کردن ایمو بگم که خبری برق کشیده برآوردن. یک روز ما در ویدیو برشتنی کردیم یوتیوب در آدمای پرسیشانی آدمای از اهل فهم از علیمان مراجعت پرسیدیم که خیلی ما هم خیلی شخص هستیم هم خیلی خوب میبینیم اینم خیلی قاورای آدم دیدم میتونم استاد بر وقت میبینید که میرم میبینم ما خوش نمیکردم انا بعد مراجعت کردم که ما عرش آدم دیدم میتونم آورا عرش ما خدم نموندم همین بسیار در خوب بودم که عرش بسیار زیب میتونه جای آورا اگر با زبان تاجیکی مونم آورا آدم میبینم انا چپ رو میبینم ایروی آورا نروشنی روز مراجعت کردم که خیلی کسی اون مکتب باشه یا کمتری کروب باشه مرحمت مورد خیرات کنید ما میخوام با اونها مسئولیت کنم ای اونها کسب یاد گیرم با اونها علمی خدمت من علمی بیان را یاد گیرم برای که من حاضر در یک پروژه‌ای هستم که بسیار فکر خودم جو کردن نمیتونم در مثلا به دست امتری اساسیاسیون دست استاد پیشنهاد میکنن آبرشین برام میدونن اونها میگن که بچه که فیروز کرد بیاید وقتی که استاد ما را فیروز کرد اونجا رفتیم دیدم که به حد آدمای علیم دیدم که استاد در گردی آدمای خیلی چی نمیشیشته است حتما آدمای علیم بود هستند و یا آدمای میفهمیدگی آدمای اهل فهم همین دنیا را میفهمیدگی زندگی را میفهمیدگی شخصیت را میفهمیدگی بعد ما را تکلیف کردن استاد پیشنهاد کرد خیلی جا با سنیشویخشون را بزنم کروکشون را بزنم در حقیقت دیدن که استاد ما هم دروغ نمیگه ما هم دروغ نمیگیم حقیقتا ما هم عرش آوره ما هم میگیم در حقیقت در روز ما هم دیدم که آدمای اهل فهم هستند میفهمیدگی هستند میدیدگی هم هستند مثلا با سنجشو کردند که همین کارا توری هست مخمون آزاد دیگه حس کردیم دیگه نو ترسیده که باز ما میترسیم که یک بگیم ما را ممکن که با گیرند حبس کنن یا که گیرند شتکوا کنن یا کاری گده تلا میکنن نه که آدمای اهل فهم آدمای با علم که ایروی علم کار میکنن انا همجد ما برآمدن خیلی بعد در برآمد ما گفتیم که ما در حقیقت نو ترسیده گفتم که ما همین چیزا را میبینم کسی که اگر با ببینم مرحمت ببینم سنجش کنیم و چی کنیم شکر ما در همونجا قایل شدیم در همونجا شاهدی همون شدیم که عالمانی به حد بسیار درجه هستند و علمی استادی ما درجه بلند است هر یک طیبه استاد میشناسن حرمت میکنن عزت میکنن مثلا همین سخنی که استاد میگه اونها در زمین نمیمونن میدونن که این کس عالم است از بالایی که استاد که با ما را پیشنهاد کرد ما را حرمت کردن تو حتی معاون ژیرینوفسکی رفیق شما است اونجا چندین کسای دیگر وقتی که ما را سنجش کردند استاد پرسیدند هم سرتیفیکات ما دادند هم معاون ژیرینوفسکی میدل با ما پیشنهاد کرد که در حقیقت باز کار کنیم قفا نمونه شما بهترینین شما پیشروی باید کنیم از روی شما علم شما با مونم یاردم میرسه بعد از این کنفرانس را گذراندیم علما قطع شناس شدیم چندین قطع شناس شدیم استاد با گفت که میریم داغستان یک کس که قهرمان داغستان هستن ای مسکو مکتوب کردن داغستان دا که میروند استاد میروند ایرا پیشواز گریم ما رفتیم در اونجا نورانی پرویتیست را پیشواز گرفتن بردن در گستیسه جور کردن استاد مهمانداری کردن هم خیلی با شرایط ها دادن که مرحمت خدمت خلق کردن استاد با شرایط تشریف کردن استاد در اونجا با خلق تقسیم کرد همیشه ما در تعجب با اومدم که وقتی که ما در کوچه با استاد میرفتیم شرمندی داغستان استاد یک دقیقه можна вас میگفت учитель можно вас میگفت давайте сфоткаться یک صورت گیریم میگفت با شما با قهرمان داغستان از خرسندیشون
همچون که ما فخر میکنیم که استاد تاجیک هست لیکن قهرمان داغستان هست. هر یک داغستان بسیار اکثریتش می اومدن با استاد صورت میگرفتن که نفهمید مونه که با قهرمان داغستان صورت گرفتیم. خیلی آبروی استاد در اونجا خیلی بلند هست، پیشرویش خیلی بلند هست. انا توابت استاد که میکنن به حد بلند است. در اونجا این توابت به حد قدر میکنن. علم استاد به حد قدر میکنن. برای که اونها اهل فهم هستند، میفهمنگی شخص هستند. چپانه نمیفهمن. همون مینداریم از استاد برای دستگیریشون. هزار رحمت.